دوستان یه نکته مهم در مورد سجاف پشت لباستون بگم. ابتدا باید از پارچه اصلیتون یه سجاف کامل برش بزنید به هر اندازه‌ای که میخوایید. بعد اونو بندازید روی پارچه آستریتون، چون وقتی آستری پشتو که خواستید قیچی بزنید، فقط ما این هلال پشت یقه رو اومدیم پایین، کامله، یعنی هیچ قیچی نخورده روی آستری پشتتون، ولی سجافشو برش بزنید هر اندازه‌ای که میخوایید. بعد اینو بندازید رو آستری اصلیتون، علامت بزنید با صابون خیاطی، 1 سانت کمتر اونو قیچی کنید در بیارید. 1 سانت کمتر به خاطر اینکه روی آستریتون 1 سانت جای دوخت داشته باشید، به این سجافتون وصل کنید. ببینید وقتی من اونو قیچی کردم در آوردم یه سجاف براش، خب اونو انداختم روی این. ببین این الان اصلیه که پارچمون هستش 1 سانت کمتر از این رویی است، چون باید جای دوخت داشته باشیم. اگه به این اندازه بزنیم موقع که بدوزید کوتاه میشه. به این صورت 1 سانت کمتر علامت میزنید، قیچی میکنید که براش جای دوخت بذارید. به این حالت اینو وصل میکنید، دیگه چروک هم در نمیاد. این برای اینه که وقتی داریم به یقه وصل میکنیم این قسمت پشت لباسمونو، این تیکه با یقه پارچه همرنگ باشه، از پارچه آستری نباشه که بدجور وایسه. و این چون یه ضخامتی داره کشیده میشه به طرف پایین و این آستری چروک نمیخوره قسمت پشت گردن شما. دوستان نکته دوختی آستینمون که آستر بهش وصله به این صورته. ببینید حتما باید این درز و این، خب اینجا رو سوزن بزنید به قسمت پشت که حتما این دوتا تو این نقطه به همدیگه وصل بشه، بالا پایین نشه که آستینتون خراب در بیاد. بعد به این صورت یک سره میدوزید، آستر بالا، این هم که بدن اصلی. و اینکه حتما وقتی دوختید تموم شد هنوز پشت هستش، اتوشو بزنید، بعد برگردونید به بدن وصل کنید. خب دوستان این قسمت سجافه که من برای آستریش سنجاق زده بودم از رو، بعد برگردوندم، اضافاتش هم قیچی کردم و به این صورت هم شروع کردم به چرخ کردن. یعنی از اینجا که 1 سانتی که داشتیم گذاشتم صاف دوختم و حواستون باشه که کشش پیدا نکنه. حالا به خاطر اینکه تمیزتر در بیاد شما میتونین قسمت رو سنجاق بزنید که حرکت نکنه و مرتب بشه، کیس نخوره. به این حالت وقتی دوختید اتو میکنید، برمیگردونید، به این حالت میشه قسمت جلوی یقتون. این هم آستینمونه که من دوختم اتو کردم، این یه مقدار اضافاتشه باید باشه. این هم که پل آستینمونه، علامتشو میذاری با یه سنجاقی پشت کارتون رو بزنید که خواستید دکمه روش بدوزید فیکس باشه، جاش مشخص باشه. خب حالا دوستان ببینید میاییم قسمت پشت و جلوی لباسمون رو، سرشونه هاشو ابتدا به هم وصل میکنیم. یه بار دیگه اندازه سرشونتون رو چک کنید، چون موقع دوختن احتمال داره که یه ذره اینجا کش بیاد یا اضافه بیارید. چک کنید اندازه دقیق بکنید، بعد اگه اضافه ای داشت قیچی کنید، اگه نه قیچی. دو طرف سرشونه های قسمت روی لباس رو به این صورت به هم دیگه میدوزیم. اینجا هم حالا میاییم قسمت آستری لباسامونو، خب سرشونه هاشو به هم وصل میکنیم. این قسمت جلوه و این هم قسمت پشتمون هست، این هم سرشونه هاشو میزنیم. ولی چون اینجا یه نکته هستش، ما قسمت سرشونه آستریامونو چون یه مقدار اضافه گذاشته بودیم، اینجا حواستون باشه که باز اون یه مقدار اضافه باشه. بعد دوباره وقتی رو هم گذاشتید دوختید، اگه یه ذره زیر و رو با هم دیگه فاصله ایجاد شدهش، خودتون با قیچی اونو مرتبش کنید، اضافهش رو برطرف کنید. الان برای من قسمت جلو یه ذره اضافه داشت آستریم که قیچی کردم، فقط تو این قسمت قیچی کنید، به قسمت حلقه اینا نه، چون قسمت حلقه باید اضافه داشته باشه. و قسمت آستریمون هم اگه 1 سانت نیم تا 1 سانت هم آستریمون اضافه تر باشه سرشونش، اشکالی نداره، مثلا به جای 14-15 باشه اشکال نداره، باید این اضافه رو ما داشته باشیم. دوستان اینجا ببینید الان ما این پشت یقمون رو بین بدنه اصلی لباسمون و قسمت آستریمون میذاریم، چرخکاریاشو انجام میدیم. یه نکته بهتون بگم که خیلی مهمه در مورد وصل قسمت پشت یقه انگلیسیمون وقتی میخوایم بدوزیم. ببینید این قسمت که الان
من گذاشتم پشت یقمو لایی نداره، پارچه است. پارچه به پارچه باید باشه. این پارچه منظور قسمت پشت لباسمونه و این هم پشت یقمونه. یعنی این قسمت که پارچه است لایی نداره باید روی قسمت پارچه پشت لباسمون به این صورت خوابیده بشه و دوخت بخوره و طرفی که لایی خورده به روتون باشه، چون وقتی که یقه میخواد برگرده لایی باید روی لباس باشه، نه اینکه بره قسمت پشت یقمون. موقع دوختم وقتی که میذارید ما بین آستری و پارچه اصلیتون حواستون باشه که اینجایی که علامت زدیم داله یقمون شروع میشه نوک یقتون رو بذارید، چند تای سنجاق بزنید فیکس بشه. سرشونه ها حتما باید رو هم دیگه باشه، حرکت نکنه. این سرشونه آستر منه. این قسمتم که به این صورت سرشونه اصلی لباس من. حالا به خاطر اینکه ضخیم نشه من سرشونه اصلیمو به طرف داخل برگردوندم جهتشو، ولی آستری رو به طرف سرشونه برگردونم به این صورت، یعنی به قسمت جلوی لباس، که در اصل باید سرشونه درزش به قسمت پشت لباس باشه دیگه. من لباس و اصل بدنه رو به طرف پشت چرخش دادم، ولی آستری رو به قسمت جلو که اینجا با هم دیگه فرق داشته باشه، خیلی ضخیم نشه زیر چرخ میره. بعد حتما هم وسط پشت لباستون رو به وسط پشت یقه اول سنجاق بزنید که حرکت نکنه. همه قسمت ها باید میزون سر جای خودش بیفته. برای من الان به همین صورت شده. ببینید یقمون چقدر تمیز و مرتب در اومد. من حالا هنوز اتو هم نزدم، فقط برگردوندم، خواستم به شما نشون بدم. اینجا مشخص پشت یقمون رو میبینید. من تو فاصله 1 سانتی یه دوختی رفتم برای قشنگی کارمون و اینکه فیکس بشه. حالا این قسمت جلومونم من روش چرخکاریشو انجام میدم. ببینید اصلا کاملا صاف و مرتب و هیچ جای یقمون هم کیس نخورده. اینا خیلی مهمه که رعایت بشه. پس بدون الگو کشیدن هم شما راحت میتونید بهترین لباس و تمیزترین ها رو بدوزید. فقط چیزی که هستش من از الگوهای آماده خودم استفاده میکنم که سالهاست از اینا دارم استفاده میکنم، 25 ساله و بدون هیچ گونه ایرادی روی لباس شما میتونید از الگوها استفاده کنید. من رو لباس مشتری انجام میدم، فیلم برای شما میگیرم که خیالتون راحت باشه بدون ایراد هست. این قسمت که دیگه یقه کارش تموم شدش میایم درز پهلو رو میدوزیم، پشت و جلو رو به هم دیگه چرخ میکنیم به این صورت. این قسمت هم آستریه، پشت و جلو رو به این صورت به هم دیگه وصل کنید. بعد حتما سردوز به آستریتون بزنید، به لباس اصلیتون هم پارچش بزنید که ریش نشه، چون اینجا تو این مدل دوخت آستر ما پایین رو به هم دیگه وصل نمی کنیم، قسمت پایین آزاده. دوستان یه نکته در مورد آستین بگم. وقتی آستینتون رو دوختید قبل از اینکه وصل به بدن کنید، درز آستری رو قسمت درز آستین با درز بدن اصلی مثل من یه دونه سنجاق بزنید، این دوتا رو فیکس کنید که وقتی میخواهید اینو به حلقه ها وصل کنید این آستری از داخل چرخش نداشته باشه، شما گم کنید، بدونید که اینجا حرکت نکنه، درز به درز تنظیم کنید بدوزید. و اینم تو دوره های قبل دوختامون بهتون توضیح دادم که حتما نباید که درز آستینتون با درز پهلو کنار هم بیفته، هم میشه 1 الی 2 سانت تا 2.5 سانت آستین به طرف حلقه جلو چرخش داره تا جا بیفته. بیشتر برای لباس هایی که انداماشون استاندارده و چاق نیستن و لاغر هستن معمولا چون تناسب اندام دارن این درز آستین با درز پهلوی لباس کنار هم میفته. ولی در اکثر موارد به دلیل اینکه سایز تغییر میکنه و چاق‌تر هستن خانوما، این حلقه حتما این درز 2 الی 2.5 سانت قسمت درز آستین تو حلقه جلو چرخش پیدا میکنه. نباید این درز به طرف پشت بره، اگه به پشت بره اشتباهه، یا با پهلو یکیه یا 2.5 سانت، از 1 سانت تا 2.5 سانت باید به قسمت جلوی لباس چرخش داشته باشه تو حلقه.
موقع وصل آستینمون به قسمت بدنم که وسط بالای لباسمون آستینمون رو تاج آستینمون رو به درز سرشون سنجاق بزنید، بعد بچرخونید ببینید که این درزا کجا فیکس میشه، دور حلقه رو پر میکنه. سنجاق بزنید بدوزید. دیدید الان برای من حلقه آستینم قسمت آستین 2 سانت و نیم اومده به طرف جلو، چون این لباس برای سایز بزرگه. دوخت آستینمون آسترش هم به آستر بدنه باید به همین صورت باشه. دوباره وسطاش رو به هم دیگه سنجاق بزنید، بعد بچرخونید ببینید به چه صورته. اینم الان آستر لباس منم 2.5 سانت قسمت آستین تو حلقه چرخیده به طرف جلو، بعد فیکس شده. به این حالت بدوزید. بعد چون این لباس که دارم من میدوزم قسمت پایینش آستر جدا نیست و جدا هست و وصل نیستش، خیلی راحت شما اینو برمیگردونید میکشید بیرون، 2 تا حلقه رو به هم دیگه میدوزید. دوستان ببینید اینم اتمام کارمون به این تمیزی. این یقه انگلیسیمون هست و این هم قسمت جلوی لباسمون. این هم قسمت جیب که روش دکمه خورده. این هم آستین که روی پولش دکمه خورده. پس شما هم میتونید بدون الگو بهترین لباس ها رو بدوزید. فقط اینه که ما برای یقه هامون الگوی ثابتی داریم، برای آستینمون داریم که اونها قابل تغییر هم هست. انشالله که آموزش ها مورد توجهتون قرار بگیرید و بتونید استفاده کنید.